من محمودی هستم، جزء انبوه‌سازهای سرخرود. نزدیک به 50-60 تا واحد در حال ساخت داریم. این دو تا مجموعه رو تموم کردیم. ما کروم سیمان هم گرفته بودیم اینجا، می‌خواستیم سیمان رو اجرا بکنیم، ولی اومدن برای ما نمونه زدن، نمونه رو دیدیم. با اینکه هزینه کروم سیمان هم داده بودیم، دوباره اومدیم سمت گچ پلیمری. از اون به بعد شاید بالای 30-40 نفر از من استلام گرفتن و همشون هم زدن. بعد خودشون دوباره به کار با کسی دیگه معرفی کردن. واقعا کار خوبیه. من راضی هستم به عنوان کسی که بالاخره خواهد یه کاری بکنه، هم کیفیت رو در نظر میگیره، هم هزینه رو در نظر میگیره که آقا چه کیفیتی داره، چه هزینه‌ای داره. هم میخوام کمتر هزینه کنیم، هم بهتر کیفیت داشته باشیم. رو این حساب ما راضی هستیم از گچ پلیمری. توصیه‌تون چیه برای سازنده‌ها؟ حقیقتش ما اینجا به هر کی میرسه دیگه داستان فکر کنم سیمانکاری کلا داره کنسل میشه، همه میرن سمت گچ پلیمری. مثلا من توصیه‌ای هم نکنم، همه دوستان همکارای من همشون زرنگن، همشون استادن، من بگم نگم میان اینجا تحقیق میکنن، میبینن، خودشون اجرا میکنن. الان در حال حاضر دو تا 7 واحدی کنار هم همینجا داریم، یه 17 واحدی تو خیابون دوستان شرقی داریم، یه 12 طبقه تو دوستان غربی داریم، تو میدون سپهر.